ساعت 2 تازه تصمیم گرفتیم که یه چیزی درست کنیم. نه من دلیل اینکه من دیر میام نیست. ولی خب مثل اینکه سریع درست میشه. آره پاستا سریع درست میشه. و اینکه باید بگم که خیلی دستپختتون خوبه واقعا. من به این غذاها میگم غذاهای خوابگاهی، غذاهایی که توی یه ربع آماده میشه. چرا خوابگاهی؟ چون تو خوابگاه بودیم درس داشتیم که بعد تون غذا درست میکردیم. مثلا نودلیتی که همون غذاهایی بود که سریع درست میشه. تو ساعت چنده؟ ساعت هنوز 2:30 نشده. خب ببین چی کمتر است. نیم ساعت غذا آماده است. ما داریم میریم بالا. رسیدیم. یه دوباری فکر کنم بونم رو زدم ولی بازم مثلا خب ساعت 4:20 است. مریض سوم روز هستن و بریم ببینیم تا آخر شب که کارم تموم میشه. همین که می‌بینید ساعت 10:30 شب امروز یکی از روزایی بود که ما زودتر کارم تموم شد و واقعا دوست داشتیم که یه روز کاری ما رو شما هم ببینید.